سلام بر بچه گنگ چاله بدیم چطورید بچه خوش اومدید به ویدیو ریاکشن. من موهن هستم و آقا امروز اومدیم با هم دیگه بریم که با ترکیب بلند قامت ترین بازیکن‌های دریم لیگ تقریبا، حالا یکی دو تاشون رو نداریم ولی خب با بلند قامت ترین بازیکن‌های اکانت خودمون بازی کنیم. همه بالای 190 و بالای 2 متر هم داریم. حتی قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیوتون رو حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. یه کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نریزه، که نه همینجوری یه کامنت بذارید. آقا دمتون خیلی گرمه. بدون معطلی بریم سراغ دیدن این ترکیب و گیم پلی باهاش. لیتس گو. خب آقا دوباره ما اومدیم با این وسیله چوسیه که فنمونه، یعنی زدیم دوباره که تو گوشی داغ نکنه، ولی واقعا خیلی تاثیر داره. آجی گوشی خنک میمونه، راحت تر میشه بازی کرد. آقا این ترکیب ما همینجوری که میبینید همه بازیکنان ما بالای 190 گذاشتیم و اینجا رو نیمکت اون مسی و نمیدونم مودریچ و رونالدو هیرو و نیمار و داور شوکر و چه میدونم کاناوارا و یامال و اینا رو همه رو انداختیم بیرون که فقط بازیکن قد بلند بذاریم. همون بالا شروع میکنیم. الکساندر ایساک با قد 192، ارلینگ هالند با قد 195، پول پوگبا قد 191، کودی گاکپو قد 193، آنتونیو رودیگر قد 190، رودری قد 190، مارکوس تورام قد 192، گابریل قد 190، ویرجیل فاندایک 195، دی هویسن 195، تیبو کورتوا 2 متر، ویلیام سالیبا 192، ابراهیم کناته 194، بنجامین ششکو 195، آقای الکساندر سولو 195، اونوچا قد 2 متر و 1، ببخشید داشتم میگم 101، 2 متر و 1 سانت، ولتماد 198، آقای ایساک تور قد 2 متر و 6 سانت، 2 متر و 6 سانت که نیمه دوم میاره میبینید. حالا آقای کریس فود هم 191 همینجوری گذاشتیمش دیگه. الان بعد گذاشتیم بالا 190 چه ترکیب، چون ما دیگه اینو تو نمیاریم. 5 تا تعویضیامون ششکو، سولوس، اونوچا و ولتماده و آقای توره هستند و اینا رو میاریم نیمه دوم که دیگه رو هوا فقط بازی کنیم. آقا بریم که داشته باشیم. استارت میکنیم. قراره یک بازی والیبالی واسه هم دیگه ببینیم. فقط رو هوا آقا، فقط رو هوا. بله حریف بارسلونا آخ آخ به جز دفاعش همه قد کوتاهن که این ضربه میزنه به حریف. یه خورده صدای بازی رو ما زیاد کنیم برادران، میزنیم بره. بله یه خورده اینجا پوگبا بیندازیم تورام، پاس بلند برای ایساک ضربه رو نمیزنه چون اصلا نپرید که بزنه. رودری بیندازه ایساک، پاس برای هالند، ارلینگ، پنالتی. بله پنالتی میشه برای تیم ما. ازبک از حریف. پنالتی رو ما میدیم به کی بزنه؟ آقای پوگبا دوست دارم که بزنه پنالتی رو. پول پوگبا پنالتی رو میدیم بهش. پول پوگبا میزنه و دروازه‌بان میگیره. برگشتش خود پوگبا، ضربه وای کورنر. پنالتی رو کلا من پنالتی خوب نمیزنم، نمیدونم چرا. اینجا یه پاچپ میخوایم که ما کی رو بیاریم؟ همه هم قد بلند ولش کن. با خود پوگبا میزنیم آقا، با خود پوگبا میزنیم. یه سانتر انجام میدیم، همه قد بلند. هالند میزنه توی دروازه. بله وقتی همه بالای 190 باشن اینجوری کورنرها خطرناک میشه برای حریف و هر کورنر برای ما یه دونه پنالتی انگار. پنالتی راحت‌تر. سوبوسلای میندازه اینجا، رودیگر میره تو پاش. ویرجیل فاندایک یه پاس میده، دمبله پاس میده وسط. سوبوسلای، گابریل مثل قولی میاد توپو میگیره. کورتوا میندازیم برای ایساک، پاس برای ارلینگ هالند میخواد بندازه بره. بیلینگام با یه تک توپشو میگیره، میندازه تو. دی هویسن پاس بلند برای گاکپو، ضربه رو میزنه گاکپو. ایساک پاس بلند، تورام ضربه رو قطعا میزنه. پوگبا توپو میگیره. پول پوگبا، خود پوگبا یه شوت. پوگبا وای بر من داشت چه گلی میزد پوگبا. یه پاس میده ایساک کونده، رودیگر میندازن اونور. میگیریم اینجا رودری، پوگبا
یه پاس برای ایساک، یه پاس برای هالند، بهش نمیرسه. حالا هالند میزنن دوباره توپشو. پوگبا، پوگبا خطا، مصدوم میکنن پوگبا ما رو متاسفانه. یه تعویض اجباری باید انجام بدیم تو نیمه اول. یه پاس میده امباپه، اینجا گابریل هست و خیلی راحت میگیره. گاکپو، ایساک، خود ایساک میندازیم اونور بلند برای تورام یه ضربه سر میزنه. بلینگام میندازه، اصلا رو هوا نباید بیاره توپ حریف ما بچه‌ها، اشتباه داره میکنه چون که هوا قطعا برنده نبرد هوایی تیم ماست. ارلینگ هالند، پوگبا مصدوم میبینید اون وسط. یه پاس برای هالند، یه شوت از هالند، ارلینگ هالند. بریم آقای پوگبا رو مصدوم کنیم که دهنش سرویس شده. خب کی رو بذاریم؟ AMF، پسران گل. اینجا ما آقای ولت مادر میذاریم AMF به نازم و نیمه دوم هم دیگه سولوسین هم ایمانور میذاریم. بریم که داشته باشیم. میندازه اونور و نیمه اول به اتمام میرسه. با یه کورنر یه دونه گل تونستیم بسازیم. میریم سراغ نیمه دوم. سکه میزنیم، انرژی رو پر میکنیم. لواندوفسکی یه پاس میده، توموری پاس میده وسط، ویرجیل فاندایک عالی توپو میگیره. رودیگر یه پاس تو که نمیرسه، تکلش چرا این ور زد؟ باید عادتا از اون ور میزد. تورام یه تکل نمیگیره، رودری توپشو میگیره. ارلینگ هالند یه پاس بلند، ایساک خود ایساک داره میره ولی ادرسونه که میرسه. حالا سوتی وای برمن داشت سوتی میداد، پاس میده تو ولی دی هویسن چه اینجوری شد؟ ویرجیل، گابریل، مرسی این گابریل. توموری، ولتماده به دنبالشه، خود ولتماده پاس میدن این ور، نزه بیرون. فودن یه پاس دیگه برای بیرون. لواندوفسکی، ولتماده جلوشه، حالا رودری جلوشه، حالا تورام جلوشه، همه رو رد میکنه، میندازه تو ولی قد بلند داریم ولی هالند بلندتره متاسفانه و گل با اون میزنه. خب آقا باید تعویض انجام بدیم. یه دونه اونوچای 2-1 متری میاریم به همراه بنجامین ششکو. سولوس رو میذاریم اینور و این آقای توره 2-6 سانتی هم میذاریم اونور. آقا خدا وکیلی بریم ببینیم چیکار میکنیم. فقط توپو بلند میکنیم، فقط رو هوا، فقط توپو بلند میکنیم. اونوچا ببین یه دونه اینجوری میاد عقب، اینو حالا میندازی برای اینور، ششکو میزنه. اونوچا، رودری، یه بلند دیگه میکنیم. ایساک اشتباه شد، ششکو بود. پاس میده گابریل، اینجا هست، توپو میگیره، میندازیم اونور. توره 2-6 سانتی میندازه. بنجامین ششکو ریدم تو دهن چشکو که نمیتونی بدوی، فول وزنه خیر سرت. میندازه دی هویسن میزنه، قد بلند داریم ما. یه پاس اونو چای 2-1 سانتی میره، یه دونه چیپی میندازیم، ضربه سر با ما، توق زدیم آجی. التماده به دنبال توپ، بلند میکنه، فندک بزن، نمیزنه. وای هویسن برو، هویسن آخ چه تکلی زدیم آجی. فکرم قرمز گرفتیم، بله کارت قرمز برای دی هویسن و متاسفانه اخراجی دادیم. دقیقه آخر زیاد مهم نیست، اینجا ما یه دونه توپ بگیریم، یه ضد حمله میتونیم بزنیم. برادر میخواد یک ضرب بشوته که ایشالله کورتوهای 2 متری توپ رو میگیره دیگه ایشالله. یه ضرب میزنه، کورتوا عالی میگیره. برید جلو، یه کله یکی بزنه، میندازیم. اونوچای 2-1 متری میزنه کله رو ولی فایده نره. یه دونه دیگه بلند میکنیم، این دفعه ششکو میزنه. وای بر من آجی، رفته بودا. 1-1 کردیم، اب نره آقا. 1-1 پلیر آف دی مچ. بله اینجوری شد دیگه آقا. 1-1 ببخشید دیگه، من سبک والیبالی بلد نیستم، دارم خیلی سعی خودم میکنم که بلند بازی کنم و اینجا دیگه یه دونه میزنیم، پوگبا رو خوب کنیم دیگه. چیکار کنیم آقا، بدون پوگبا نمیتونیم، همینجوریش نداریم و دفاعمون یه دونه قد بلند کم میشه. سالیبا و کناته موندیم که سالیبا رو ما میذاریم، کناته قدش بلندتره ولی ما سالیبا رو میذاریم. حالا
نه ولش کن، بذار کنوتر رو بذاریم، چه قدش بلندتره، ما میخوایم فقط رو هوا بازی کنیم، فقط رو هوا. استارت میکنیم. حریف بعدی ریال مادرید. به فول راله ترکیبش. بذار ببینیم. بله کورتوا، مندی اینا ریدی داده. نه یه دونه رشفورد و اولیسش فقط با هالند رئالی نیست، یعنی 3 تا رئالی نداره، به غیر از اون 3 تا همه رئالی ان. پاس میده تو هالند، یه شوت میزنه، یا علی همینجوری ول گل خوردیم. حاجی خیلی لشن، نه گونده موندن، خیلی لشن. داره گلشو چرا نگاه میکنه؟ داداش یه دیسلایک، چرا گلتو نگاه میکنی؟ دندون میفرستی مال من. حاجی رد نمیکنه گلشو، داره میخنده. خب بذار بهت میگم الان. بچه‌ها دیگه خندید دیگه، اون روی من زد بالا. بزن بریم. گاکبو دوباره داره میخنده. ایساک یه تکل. آردا گولر مادر سفید. بلند نکن تو بابا. پاس تو ایساک. الکساندر ایساک تک میخواست بزنه، بیا بخورش. بیا گل اول الکساندر ایساک. گلمون هم نگاه نمی‌کنیم، میخوام آخرش نگاه کنم بچه‌ها، همه رو آخر. دیگه یه دونه زدی جسیمه لخک، دیگه بعدی بیا اینو بخور بابا. این میزنه، میندازیم هالند، سر رو نمیزنه. پاس برای هالند، اینجا میگیره گابریل. پاس برای هالند، ارلینگ هالند. یه پاس برای ایساک خودش میره. پنالتی. باید پنالتی میدادین حاجی. رودیگر نزه جلو. ویرجیل فندک عالی میاد. نزه برای کورتوا یه پاس. تورام میندازه تو هالند یه پاس برای ایساک میره برای گل دوم. الکساندر ایساک توی دروازه. تکمک اینجا جواب نمیده. توی دروازه گل دوم، کامبک خیلی سرعتی. حالا ما اینو نگاه میکنیم. حالا بچه‌ها با هم دیگه نگاه میکنیم. گل عمو ببینه گل زدی. حالا یه دونه خندم براش میفرستیم. نه دیگه رد کردن اینجا نداره. تکلات هم فایده ای نداره همونجا. 2-1 میکنیم بازی رو. یه شوت میزنه دوباره، همینجوری فقط به شوتایی که الکی ول میده بسنده کرده. گابریل میندازیم. ایساک یه پاس. ارلینگ هالند میریم برای گل سوم. ارلینگ بازم تک میزنه، بازم نمیتونه بگیره جلو ما رو. ارلینگ برایت هالند گل سوم میزنه. دهنشو سرویس میکنم. بذار این گلو یادم رفت، رد کردم. الان نگاه میکنیم با هم دیگه. گل ارلینگ برایت هالند. تکلاش هم نمیخوره بهم. آی حال میکنم. یه خنده و دیسلایک هم میفرستیم براش تا تو باشه، یعنی گوه نخوری یه دونه گل شانسی زدی هرونی. اینجا میندازه آرتا کولر. ایساک پاس تو. کنات میکشیم زیرش یه دونه. پوگبا یه پاس دیگه. ارلینگ هالند دوباره فرار میکنه. میریم برای گل چهارم. ارلینگ هالند گل چهارم رو میزنه. ارلینگ هالند. آره دیگه استیکر نده. اون روی ما رو آوردی بالا. یه عصبانی هم میفرستیم، یعنی ما رو عصبی کردی داداش. عصبی کردی ما رو. ما هم دیگه اصلا یادمون رفت ویدیو چی بود. فقط خواستیم بکنیم تو این. اینجا سوراخ دروازه رو بار کردیم و 4 تا توی نیمه زدیم. هنوز مونده نیمه‌های بعدی هم گل میزنیم و ولش نمیکنم من. اینو باید انقدر بهش گل بزنم ویدیو اینستا راحت یه دونه خوشگل درات. هالند، پوگبا، گاکبو، پاس بلند. هالند، ایساک، الکساندر توپشو میگیرن. کاماوینگا، رودری. بله خودش رید. میلیتائو نزه بلند. یه تورام میگیره عالی توپو. ارلینگ هالند یه پاس بلند. ایساک میزنه سر رو. یه پاس نمیرسه به ایساک. حالا اینجا پاس بلند دیگه. ایساک بازم نمیرسه به توپ. ایساک یه پاس دیگه. ایساک پاس برای ارلینگ هالند. میره برای گل بعدی. هالند نمیتونه بره.
دو سه تا رو رد کرد با انداختن جلو، ولی دیگه بعدی نشد. بله یه تکل بیجا و یه کارت قرمز. بله حالا ما میخندیم اینجا عمو جان، دیگه نخندی یا میریم تعویضا رو انجام بدیم تا کوچه های بازار این بره رو پاره کنیم. سولوس رو میذاریم با ششکو، یه دونه توره پا چپ میذاریم اینور قد بلند، یه دونه اونوچا قد بلند میذاریم اینجا و ولتماده رو با اونوچا عوض میکنیم. 2 متری رو بذاریم جلوتر ببینیم چی کار میکنه. خب بلند میکنیم ششکو به صابون، اونوچا یه پاس، سولوس نمیتونه بره، رشفورد میندازه بالا. بلند نکن برادر، بلند نکن جلو من. ششکو داشت میرفت برای گل بعدی، ولی یه خطای دیگه. قرمز بعدی عمو ببینه 2 تا قرمز. دمت هم گرمه، تا صبح عصبانی بفرست. رو دیگه یه پاس تو را ای دهن تو سرویس که تو آفساید بودی. بخند توش باشه براروم. آردا گولر برو سیاپوس بکنین، آردا گولر رو برو سیکتیر بابا، اینجا دیریب میرید آنتن نمیده. سولوس میریم برای گل بعدی، الکساندر سولوس یه چیپ، ای دهنتون نرفت فرسه بهش، ولی اینجا حسنو اونوچا گل پنجم اونوچا 2-1 متری میزنه برای ما. گل نگاه میکنیم، بله که نگاه میکنیم عمو جان، اینجا میزنیم و گل عالی اونوچا با هم دیگه تماشا میکنیم. اینجا اومدن پاس بلند بندازن برای ششکو که نرسید. اینجا اونوچا نگون 3 متر یارو اومد اینجا زد تو گل. بنازم ارلینگ هالند پاس بده، لفت دادی ای بابا، زش شد لفت نده دیگه. ارلینگ هالند، آردا گولر، اولتماده، ششکو یه پاس دیگه، سولوس میره جلو، ششکو نمیتونه بگیره، اولیسه، هالند، وینیسیوس، رودری توپشو میزنه، دوباره رودری، به نظرم به این رودری، سولوس یه تکل دیگه میزنه، مهم نیست ما بازی میکنیم. یه پاس از توره میره بنجامین ششکو واسه گل بعدی، گل ششم. آبروی این تیمو میخوایم ببریم، گل ششم بنجامین ششکو 6-1 میکنه بازی رو. به نظرم بنجامین ششکو، آردا گولر، اولیسه که میندازه، اونوچا میندازیم، ارلینگ هالند یه تکل عالی، ولتماده میگیره. آها عصبانی نشو، حالا ما میخندیم. اینم از تحقیر حریفی که عصبانی شده، ولی اب نداره دیگه آقا. یه 6-1 مون شد، دمت هم خیلی گرمه. به نازم آقا، اینم از رونج داشمهان. 6-1 کردیم بازی رو، یه دونه دقیقه 4 زد بدبخت دیگه بازی رو گذاشت کنار. 13 33 39 45 77 88 گل خورد از ما و عالی بودن دیگه. بچه قد بلند آقا، اینم از این ویدیو. خیلی زیبا و دیدنی تموم شد این ویدیو. دمتون خیلی گرمه که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. یادتون نره که حتما آقا از ما حمایت کنید، لایک کنید داستانا و دیگه خلاص خودتون بلدید این کارید، میدونید با چیا میتونید ما حمایت کنید. دمتون خیلی گرمه، تا ویدیو دیگه پیس.